شورای نگهبان انقلاب اسلامی ایران روز 9 ایون سال 2024 تنها 6 نامزد را برای اشتراک در انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی روز 28 ایون اجازه داد. این انتخابات به دلیل روز 19 می سال جاری در نتیجه سقوط چرخبالش به هلاکت رسیدن رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی اعلام شده است. شورای نگهبان یک نهاد غیر منتخب ولی پرنفوذ در نظام جمهوری اسلامی روز 9 ایون نامزدهای دهها داوطلب دیگر از جمله سیاستمداران در ایران پرطرفدار چون رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد و رئیس سابق پارلمان علی لاجرانی را رد کرد و پیش روی اشتراک آنها را در کاردار انتخاباتی و آوازدهی روز 28 ایون بست. در عموم برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ایران حدود 80 نفر از جمله چند زن خود را همچون داوطلب پیشبری کرده بودند، ولی بجز از 6 نامزد تصدیق شده بیش از 70 تن باقی مانده مرحله تصدیق از جانب شورای نگهبان را گذشتن نتوانستند. شورای نگهبان به این 6 نامزد که تنها یکیش اصلاح طلب، 4 تن دیگر اصولگرا و یکی آخر از جناح‌های روحانیان تندرو است اجازه اشتراک در انتخابات پرزیدنتی را داد. رئیس 60 ساله مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران و شهردار سابق تهران محمد باقر قالیباف، مسعودی پزشکیان وکیل پارلمان از جناح‌های اصلاح طلبان، سعدی جلیلی رهبر سابق هیئت ایران در مذاکرات برنامه هسته‌ایش با غرب و نماینده کنونی رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، شهردار کنونی تهران علیرضا زکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی وکیل پارلمان از جناح‌های محافظه‌کاران رئیسی و مصطفی پورمحمدی سابق وزیر کشور و رهبر سابق قوه قضایی از جناح‌های تندروان، محمد باقر قالیباف رئیس کنونی پارلمان و شهردار سابق تهران که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط زشت دارد از جانب بسیاری همچون یک غالب احتمالی انتخابات در پیش ایستاده رقم زده می شود. شانس پیروزی او را پشتیبانی آیت الله خامنه‌ای بالاتر می برد. هفته گذشته خامنه‌ای البته نه به صورت آشکارا ولی پرده پوشانه از نامزدی قالیباف پشتیبانی کرد. این در حالی است که قالیباف در کارزارهای انتخاباتی سالهای 2005 و 2013 نیز تلاش کرده بود نامزدیش را به پرزیدنتی پیشبری کند ولی از سوی شورای نگهبان رد شد. سال 2017 او نامزدیش را به خاطر حمایت از نامزدی ابراهیم رئیسی خودش پس گرفت. این به رئیسی آن دفعه کمک نکرد زیرا او انتخابات را برای رئیس جمهور وقت ایران حسن روحانی باخت، ولی سال 2021 رئیسی توانست بالاخره در انتخابات غالب بیاید و رئیس جمهور شود. رئیس وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان و چند مقام دیگر رسمی روز 19 می سال 2024 در نتیجه سقوط چرخبالشان در یک کوهستان در نزدیکی مرز با آذربایجان وقتی سقوط کردند که آنها از مراسم افتتاح سربند قزقلسی در رود مرزی ارکس به تبریز برگشتند. در آن مراسم پرزیدنت آذربایجان الهام علیف نیز اشتراک داشت. بر اساس نتیجه های تفتیشات مقدماتی و تشخیص های انجام شده علت سقوط چرخبال پرزیدنت ایران عامل‌های فنی پیش از همه آب و هوای نامساعد از جمله تومان غوث بوده که اون روز محل صدمه را پیچانیده بود. به این ترتیب مقامات ایران فرضیه های صدور داده در مورد حمله از بیرون همچون سبب احتمال سقوط چرخبال را استثنا یا رد کردند. ایران با حدود 90 میلیون اهالیش یکی از کشورهای بزرگ مسلمانی و بزرگترین کشور فارسی زبان به شمار می رود. سال 1979 شاه ایران رضا پهلوی سرنگون کرده شده و قدرت را در این کشور روحانیان تندرو شیعه به دست خود گرفته به جای نظام شاهی جمهوری اسلامی تأسیس دادند. در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخابات الटरनेटिव्ی اجازه داده می شود ولی نامزدها تنها بعد دریافت رضایت و اجازت شورای نگهبان به انتخابات راه داده می شوند. این شورا نفران پرنفوذ و از میان روحانیان شیعه را در بر می گیرد. جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان زیاد به دلیل برنامه هسته‌ایش همچون برای پایمال کردن حقوق انسان و دست داشتن در حمله های تروریستی تحت تحریمات بین المللی قرار دارد.